درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 28. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. نمونه ادبیات تاجیک اثری است که با نشر آن استاد عینی ادبیات تاجیک را به عالمیان معرفی نمود. این اثر در تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان نقش نمایان داشت و امروز هم اهمیت تاریخی خود را حفظ کرده است. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی در دوره استبداد برای ایجاد کردن اثرهای خود شرایط و امکانیت نداشت. فقط انقلاب اکتبر و سیاست ملی پارتی کمونیستی با وی همه گونه شرایط را فراهم آورد. این است که صدرالدین عینی در عصر بزرگ ما داخونده، آدینه، غلامان بر این اثرهای قیمت بها را داد. شیرینشاه شاه تیمور. عینی маданияти бою ҳазорсолаи халқи тоҷикро ки ин мардуми озодидӯст онро ҳамчун хазинаи адонашаванда асрҳо боз ҳифз карда омадааст аз бар карда буд. саргузашт ва ҳодисаҳое ки худи адиб онҳоро дида аз сар гузаронида ва эҳсос кардааст асоси асарҳои ояндаи ин сарояндаи қисмати халқ гардиданд. عینی یک سرود زیبایی را در وصف محبت به انسان، روشنایی و بخت و سعادت تا روزهای ما آورده رساند. میرزا ترسونزاده. اکبر. اکابر خواجه بخارایی است از شعرای عصر 13 هجری. از تحفة الاحباب. باز آمد به چمن سرو خرامانی دیگر که شکفت از قدمش تازه گلستانی دیگر. در هوای سری زلفت ز کمینگاهی جنون هر نفس می رسدم سلسله جنبانی دیگر. می کند در خمی زلفی تو دلی گم شده ام از شکن تا به شکن سیر گلستانی دیگر. بود سیلابی غم از دیده چون ایسان جاری سر زد از آتش دل آفت طوفانی دیگر. سوزم از آتش عشقی تو سراپا چون شمع باز چون صبح کشم سر ز گریبانی دیگر.
امتحان می کنی و خون مرا می ریزی. کاش می بود مرا در ره تو جانی دگر. خوب اندیشه کن اکبر، نمکی لعلی لبش. مرو از راه وفا در طلب خام دگر. رباعی بی نقطه. مگرم دل هوسی لاله همراه دارد، که سرم وسوسه‌ای عالمی والا دارد. دامگاهی هوسم دودی دلم آهی سحر، مصدری درد سرم وصل مدوا دارد. آتشی میربقا خواجه بخارایی است، از شعرای اواخر عصر 13 هجری است. از تحفة الاحباب. نهد مهری خموشی فطرتی نازک خیالی را. معنی مطلع روشن نیست، مگر که اصلی نسخه بجای نهد مهری خموشی بود مهری خموشی باشد. لیکن در دو نسخه که دیده شد نهد مهری خموشی است. نهد مهری خموشی فطرتی نازک خیالی را. چمو پیدا شود نبود صدا مینای خالی را. دلیل خامکاری ها لبی گویاست ای غافل. تو خود گر پخته‌ای صرف عدم کن خوش مقالی را. سحر افغان شدم شامی غریبان ناله جوشیدم. ندانستم ز یأس هجر ایام و لیالی را. برنگ ابر نیسان ز اشک خود سامانی گوهر کن. صدف چون خندد از کف می دهد نقد لعالی را. نمی سازد به طبع خاکساران لذت دنیا. ز جامی جم ندیدم لذت جامی سفالی را. به آبی آتشی زن مشت خاک از گرد نعلینت. رعایت می نما یک کوچه راهی لاابالی را. سراپا غیرتی ناسورم از فرسی چکیدن ها. لبالب رشکی صد تبخالم از جوشی دمیدن ها.
همه تن دیده گشتم، محوی رخساری کیم یا رب، که رشکی دیده آیینه ام از شوق دیدن ها. به سحری خامه بهزاد ترهم، سخت حیرانم به رنگ بلبلی تصویر از یأسی پریدن ها. مپیچی زخمی مژگان به کف دامان فتراکی، که اینجا خونبها دارد کمان از هر خمیدن ها. به زهرا شامی و خاموشی آن مقدار خو کردم، چو سوسن 10 زبانم ساخت آخر لب گزیدن ها. ز هستی آتشی چندین عرق ها برد، بی دل گفت که سر تا پای من میخانه شد از شیشه چیدن ها. آیت دام الله عبدالشکور قاضی کلانی بخارا، وفات 1306. از تذکیره منظومه فرزند صاحب ترجمه صدر ضیا، غیر مطبوع است. به تقلید جنون زان دشمنی ناموس و فرهنگم، که شاید آن پری رو از سری شوخی زند سنگم. مصفا منظری کردم سفید از بحر تشریفت، بیا بنشین به چشمم گر ملولی از دلی تنگم. زبان در پیش ما خود محرمی اسرار دل نبود، مگر احوال دل گوید به گوشت زردی رنگم. ز بس بی مطلبی زین گونه افغان چون جرس عمری، نشد روشن چی می گویم ندانم در چی آهنگم. غمت شد محرمی جانی حزین شبهای مهجوری، چه غم گردون ربو در دامنی پاکی تو از چنگم. ندانم بی دماغی را چه تسخیر است در بودم، نفور از دلق و تسبیحم ملول از بربط و چنگم. ز جرمی ناکسی ها وارهم شاید کند گردون، به میزانی خرد قدری مرا با ذره پاسنگم. سرورم را ثباتی نی، همومم را قراری نی، به وضعم اعتباری نی، مگر کیفیتی بنگم.
اسیری خوجندی، اسمش تاشخواجه، وفات 1334. از دفتری مجموعه اسیری. گرچنین جوشد برون طوفانی آب از چشم من، می توان گفتن فلک را یک حباب از چشم من. در جهان قهر و غضب، گرمی عتاب از چشم تو. صد چمن شبنم گلابی اضطراب از چشم من. نیستی سرمایگان هم محو داغی هستی‌اند، دارد عنقای نگه بال غراب از چشم من. آسمان پیرایه ظلم از شفق آراسته است، دستی بیدادی فلک دارد خضاب از چشم من. از نگاهی او اسیری در تماشاگاهی شوق، تازه گردد درد و داغی شیخ و شاب از چشم من. اسیری در نظم بعضاً و در نثر تماماً مقلدی بیدل است. برای نمونه پارچه های زیر مناسب نمود. از دفتری اسیری. اما بعد زاویه نشینی گوشه هرمان، یعنی اسیری هیج مدان، چنین می نگارد که روزی در فصل خریف مطابق سنه 1327 در سیراحه اولی بازار پنجشنبه همچون قائمه واحده بر زاویه سلاس بر صدر 4 پایه سماواری نشسته بودم. 6 جهت دری امید آمدشود احباب بروی احوال خود بربسته، فضای اندیشه نه چندان تنگی پذیرفته بود که به خیال فاضل آغوشی وسعت کشاید و صفای آینه خاطر به زنگاری نخفته که صیقل ملاقات دیداری کامل واز داید. تمام. ساز احوالی من آنجا بی خودی آهنگ بود. 6 جهت چون چشمی ممسیک در خیالم تنگ بود. کس نمی گردید غیر از ناله پیرامون من، چون خری تنبور پای اعتبارم لنگ بود. یک جهان سختی بگردم داشت مشق انحصار،
من شراری مطلق و عالم سراپا سنگ بود. عار می کرد از طوافی دامنی قدرم غبار، ذره را از اعتباری قیمتی من ننگ بود. معنی موهوم ما را نسخه می آراست فخر، این کتابی هستی مضمون فنا آهنگ بود. من جهنم پرورو خلق بهشت آرایی هم، نشأه صهبای ما گویا خماری بنگ بود. کس نشد رسم آشنای امتیازی هستیم، همچو دودی دل اسیری نقش من بیرنگ. در خلال این حال دیدبانی دیده به هر طرف دوربینی نظاره می انداخت و قراولی نظر به تلسکوپ اندازی انتظار می پرداخت. ناگاه از افق پژوهشی حال 3 عدد کوکبی ذوذنب نمایانی ساحه‌ای طهور گردید و 3 نفر شخصی امامدار جلوه فروشی بازاری حضور. به حکم سابقه معرفت 2 نفری آن را می شناختم. یکی ملا میرامین مدرس و دیگری حاجی میرزا یادگار بود و پیشتر با آن 2 نردی مؤاخات و آشنایی می باختم. اما دیر باز دیده مشتاق شخصی سالیس که نشانی مجهولیت عنوانش رافعی حجابی ناشناسی نمی گشت و نام محجولیت اقتحامش هیچگاه به فهرستی مجموعه خاطر نمی گذشت، توافقاً شرفی تلاقی بخشید و دامنی دیده از بوستان جمالش گلی نظاره چید. الحاصل مواردی 3 با من عناصری 4 گشت، یعنی مراسمی امتزاج، حجاب غیرت از روی شاهدی صحبت فرو هیشت. یادی آن مجلس که آنجا 4 شخصی اتفاق ز اختلافات جهانی رسم گفتگو کنند، گاه در عرض سخن با همدیگر چشمک زنند، گاه در بین بیان خمیازه ابرو کنند. مهر بردارند چون از طبله مشکی بیان، از چمن تا انجمن یک نافه آهو کنند. در میان آرند تیماری سیگاریش های چرخ، یعنی از ناسازی اقبال جستجو کنند.
چودم ما نکرد آن بی مروت یاد من زین علم اندوه و غم دارد مبارک باد من زین علم اندوه و غم دارد مبارک باد من چو ترک از بیار و دوست خرسند از تو شاد یاری من هرگز نپرسید خاطری ناز شادی من یاری من هرگز نپرسید خاطری ناز شادی من چو در جام مرتب گشته است با بی طرف چو در جام مرتب گشته است با بی طرف از غم و اندوه شد آباد غم آباد من از غم و اندوه شد آباد غم آباد من پیش از این بودیم در فرید با یاران بش پیش از این بودیم در فرید با یاران بش دردی دیگر می رسد آنها رسد بر یاد من دردی دیگر می رسد آنها رسد بر یاد من شاید از عینی دمیرولود یادی آورد ای صبا در گشیاری من رسان فریادی من ای صبا در گشیاری من رسان فریادی من шунавандаҳои арҷманд шумо гуфтори 28-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.